مهمان امروز برنامه ما خانم اعظم قاسمی هستند، بازآفرین ادبیات کهن. اعظم جان، به برنامه ما خیلی خوش اومدید. سلام بهار عزیز و ممنون از دعوت دوباره. اعظم جان، 2 تا قصه قبلی که برای ما گفتی کلی طرفدار پیدا کرده و فکر میکنم که شنونده های ما و بینندگان ما علاقه‌مندن ببینن که امروز برامون چه قصه‌ای آوردی. خواهش میکنم. بله، منم خیلی بازخوردهای خوبی گرفتم و مشتاق‌تر شدم به این که بگردم توی ادبیاتمون و متناسب با صحبتی که داشتیم در راستای تلاش و کوشش و ایستادگی و مداومت و در از صبوری، یکی از قصه های بسیار زیبا و جذاب ادبیاتمون رو انتخاب کردم امروز که از کتاب 7 پیکر نظامی گنجوی شاعر قرن ششم هست. اعظم جون، مشتاق شنیدنش هستیم. شروع کن. خواهش میکنم. روایت قصه از اینجا شروع میشه که بهرام پادشاه ایرانی در شکار گور بسیار زبردست و ماهر بوده، برای همین بهش بهرام گور میگفتن. بهرام کنیزی داشت، کنیزی به غایت زیبا و باهوش. گیسوان شکن در شکن و لبهای میگون دختر دل بهرام رو هر روز عاشق و عاشق‌تر میکرد. اما این کنیز بسیار زیبا و علاوه بر اون باهوش بود. دختر در جنگل و در دشت‌ها ساز میزد و بهرام گورهایی که از لونه هاشون بیرون می اومدن یکی پس از دیگری شکار میکرد. روزی در گرم شکار که دختر و بهرام و همه همراهان و خدم و حشم در شکار حضور داشتن، بهرام با خودش فکر کرد و گفت بذار یه کاری بکنم که همه رو شگفت زده کنم. برای همین گوری رو در دوردست ها دید، گوری که به زحمت میشد میدید. کمانش رو به زه کرده و تیر رو رها کرد. تیر رفت و از دو گوش گور رد شد و دست و پای او در یک لحظه به هم بست. همه از شکاری که بهرام کرده بود تعجب کردن، شروع کردن به تعریف و تمجید. پادشاه بزرگا، چقدر شما خوب شکار میکنید، عجب شکارچی ماهری هستید. اما دختر ساکت بود و چیزی نمیگفت. پادشاه رو کرد به دختر و گفت شه با کنیزک چینی دست بردم چگونه میبینی؟ به دختر گفت خب نظرت درباره این شکار من چیه؟ دختر با زیرکی و با آرامش گفت پر کرده شهریار این کار پر کرده کی بود دشوار. گفت آقای پادشاه، شما بارها و بارها این کار رو انجام دادید، کار بزرگیه ولی شگفت‌انگیز نیست چون تمرین داشتید. این حرف برای پادشاه خیلی سنگین بود، اون هم در حضور خدم و حشم. برای همین اونقدر عصبانی شد و همون لحظه در خشم فراوانی که داشت دستور داد که دختر رو بکشن و دقیقا همون لحظه از حرفی که زده بود پشیمون شد، اما پشیمونی سودی نداشت. وزیر مسئول کشتن دختر شد، اما دختر به وزیر گفت ببین پادشاه خشمگینه و یه حرفی زده، اگر که تو منو بکشی ممکنه که از دست تو خیلی عصبانی بشه، پس منو به قصر خودت ببر و اونجا من به تو خدمت میکنم. وزیر هم که دید دختر خیلی باهوشه و خیلی زیرکه، دلش نیومد اون دختر رو بکشه. برای همین دختر رو به قصر خودش برد. قصری در دوردست‌ها بالای 60 پله. شبی که دختر به قصر وزیر رسید اتفاق جالبی افتاد. در طویله قصر گاوی گوساله کوچیکی به دنیا آورد. با دیدن گوساله دختر به فکر فرو رفت و از فردای اون روز کار دختر آغاز شد. دختر گوساله کوچیک رو روی دوشش میذاشت و از 60 پله قصر پایین و بالا میبرد و هر روز این کار رو انجام میداد. همه از کاری که دختر میکرد تعجب میکرد.
گفتن برای چی این دختر این گوساله رو روی دوشش میذاره و از 60 پله قصر بالا و پایین میره؟ و دختر سکوت میکرد و چیزی نمیگفت. زمان گذشت. روزها و شبها گذشت. هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها تا 6 سال. حالا اون گوساله کوچیک تبدیل به یک گاو بزرگ شده. اینجای قصه که رسید دختر به وزیر گفت خب حالا وقتشه که پادشاه رو با یه بهانه‌ای به اینجا بکشونیم. و وزیر هم که رگ خواب پادشاه دستش بود روزی به پادشاه گفت آقای پادشاه، در حوالی قصر من یه شکارگاه پر از گور. بهرام هم که عاشق شکار گور بود تا اسم گور رو شنید گفت فردا به اونجا میریم برای شکار. خلاصه فردا شد و با خدم و حشم راه افتادن به سمت قصر وزیر. تیر انداختن و گور شکار کردن و حسابی خسته شدن و برای استراحت وزیر اونها رو به قصر خودش دعوت کرد. وقتی که بهرام به قصر وزیر رسید و در ایوان استراحت میکرد نگاهی کرد به قصر وزیر و گفت چطور از این 60 پله هر روز بالا و پایین میری؟ وزیر گفت این که چیزی نیست قربان، من یک کنیزی دارم که این کنیز یک گاو رو روی دوشش میذاره و از این 60 پله پایین و بالا میره. بهرام با تعجب از جاش بلند شد و گفت وزیر داری منو اذیت میکنی؟ آخه مگر ممکنه که یک دختر بتونه گاوی رو روی دوشش بذاره؟ وزیر گفت بله قربان، این دختر همینجا زندگی میکنه، اگر دوست داشتید که من صداش کنم و بیا شما ببینیمش. پادشاه گفت حتما، چون خیلی برام عجیبه، اصلا باورم نمیشه همچین اتفاقی بیفته. دختر خودش رو آراست، روبندی روی صورتش انداخت، لباسهای زیبا پوشید و گاو رو که خیلی سنگین و فربه بود به راحتی روی دوشش گذاشت و شروع کرد از پله ها به سمت پادشاه. بهرام با تعجب نگاه میکرد. دهانش باز مونده بود و هیچ حرفی برای گفتن نداشت. دختر به نزد پادشاه اومد. پادشاه از جا بلند شد و گفت احسنت، آفرین، دست مریضا، تو چطور میتونی با این شونه های نحیف و لاغرت این گاو به این بزرگی رو حمل بکنی؟ دختر گفت قربان، از وقتی که این گاو یه گوساله کوچیک بود من هر روز اونو از پله های قصر بالا و پایین آوردم و 6 سال طول کشیده تا تبدیل به یک گاو بزرگ شد. پادشاه گفت آها، پس تمرین داشتی. کار بزرگیه اما شگفت‌انگیز نیست. به اینجا که رسید دختر روبندش رو کنار زد. گفت بر شه غرامتی است عظیم، گاو تعلیم و گور بی تعلیم. من که گاوی برآورم بر بام، جز به تعلیم بر نیارم نام. چه سبب گر زنی تو گوری خورد، نام تعلیم کس نیارد برد. اشک از دیده های بهرام جاری بود. اون خیلی خوشحال بود که دختر رو زنده روبروی خودش می‌دید. اون از کنیز معذرت خواهی کرد، او رو در آغوش گرفت و همون شب موبدان رو صدا کرد و او رو به نکاح خودش داد. اون شب قصر وزیر پر بوده از بوسه و لبخند و عشق. اینم از قصه امروز ما. مرسی عزم نازنین، چه داستان شیرینی، چقدر هم قشنگ بود. خیلی جالبه برای من وقتی که داشتی داستانو میگفتی، اولا که من محو این قصه بودم، ولی بعد پیش خودم فکر کردم که عجب، واقعا ما یک در گرانبها داریم توی ادبیاتمون راجع به هر چیزی که توی زندگی برای ما سوال پیش میاد، انگار پیشینیانمون یه قصه، یه روایتی، یه شعری برای ما به جا گذاشتن که کمکمون میکنه. این روزا خیلی موقع سوال میشه که ما توی زندگی وقتی یک هدفی رو گذاشتیم چه شکلی میتونیم به اون هدف برسیم، و خیلی جالبه که برای من سالها پیش
به این قضیه پرداخته شده بود که چطور وقتی یک هدف بزرگه اون رو میشه با قدم‌های کوچیک بهش رسید. بذارید اینجوری بگم، یکی از راهکارهایی که برای هدف گذاری به ما یاد داده شده و یا اینکه ما به کارش میبریم همین مسئله است که وقتی یک هدف بزرگه و ما احساس میکنیم که امکان دسترسی رو بهش نداریم و فکر میکنیم که خب سنگ بزرگ علامت نزدنه و نمیتونیم بزنیم، اما به ما میگن که کار نیکو کردن از پر کردن است. یعنی این استمراره، این پشت سر هم بودن، این تبدیل کردنش به گام‌های کوچیک کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم به اون هدف برسیم و خیلی خوب توی این داستان گنجونده شده بود و خب انتهای داستانم که شیرین بود و ازدواج بود و به نکاحش رسید و خلاصه اینه که داستان شیرین ترم کرد. درسته بهار جون، دقیقا ما توی ادبیاتمون و این گنجینه گرانبها اینقدر داستان قصه و تو الان یه عبارت کوچیک، ضرب المثل کوچیک گفتی، کار نیکو کردن است پر کردن است. یعنی با یک بیان کوتاه ما یک عالمه پیام بهمون میرسه، یک عالمه میتونیم در اصل راهکار داشته باشیم از ادبیاتمون. چیزی که توی این قصه برای من جذابه اون صبوری و اون مداومتیه که در از کنیز داشت. 6 سال زحمت کشید تا به بهرام بفهمونه که حرفی که زد و صحبتی که داشت خیلی منطقی بود. یعنی دقیقاً آخر قصه بهرام دقیقاً همون حرفی رو میزنه که کنیز 6 سال پیش بهش گفته بود. کنیز بهش گفته بود که کار بزرگی کردی ولی شگفت‌انگیز نیست، خب تمرین داشتی. و دقیقاً خود پادشاه بعد از 6 سال در اون موقعیت که قرار گرفت گفتش که کار بزرگیه ولی شگفت‌انگیز نیست و تو تمرین داشتی. و دختر از همین فرصت استفاده کرد و گفتش که پس وقتی که من گاو به این بزرگی حمل میکنم و زحمت کشیدم براش، پس وقتی که به تو میگم گور کوچیک رو داری با تمرین میزنی نباید بهت بر بخوره. این صبوریه و این مداومته و این ایمانی که دختر داشته، این که مطمئن بوده که میتونه این کار رو ریزه ریزه انجام بده، به نظرم یکی از کلیدهاییه که ما در موفقیت هامون و در مسیرمون احتیاج داریم. عزم جون، این شرایطی که هستیم ما خیلی از واژه تاباوری استفاده میکنیم که خب خیلی میتونه در معنا به صبر نزدیک باشه و گاهی افراد مفهوم تاباوری رو اینطوری برداشت میکنن که انگار منفعل بودنه. این داستانی که تعریف کردین، کنیزی که داخل این داستانه، صبوری که به خرج میده یا تاباوری که به خرج میده منفعلانه نیست، درش ترس نیست، درش این که فقط ما به گزینه زمان فکر کنیم که خب بذاریم ببینیم زمان چه اتفاقی میفته. این کار رو نکرد و در حقیقت احترام گذاشتن به زمان رو در کنار فعالیت انتخاب کرد. من فکر میکنم اون چیزی که ما این روزها بهش نیاز داریم تاباوری آگاهانه است، نه به این معنایی که ما فقط صبر کنیم ببینیم که زمان چی برای ما تعیین میکنه. برای خیلی از ماها توی این شرایط خیلی سخت شده که اهدافی که داریم، خواسته هایی که داریم یا آرزوهایی که براش زحمت کشیدیم طی سالها، الان در موقعیت ابهام که قرار داریم پیش خودمون فکر میکنیم که خب حالا بذار ببینم که زمان برای ما چی تعریف کرده. ولی تاباوری یا صبور بودن به معنای منفعل بودن نیست، بلکه آگاهانه حرکت کردنه. یه زمانی ما نیاز داریم که مثل کنیز 6 سال بریم توشه‌ای و آماده بشیم برای یک هدف بزرگتر و این خیلی کمک کننده است برای هر کدوم از ماها که وقتی با شکست مواجه میشیم، وقتی که با موقعیتی مواجه میشیم که عوامل بیرونی همراستا با خواسته ما نیست، چطور میتونیم در این فضایی که سخت میشه قدم برداشت قدم‌های بعدیمون رو پیش ببریم. دقیقاً. و بهار جون یه چیز خیلی شاید نکته ریزی که وجود داره
اینه که خب ما میگیم که من یه هدف بزرگ دارم و میخوام به این هدف برسم. ولی وقتی میخوایم ریزش کنیم و کوچیکش کنیم و حالا مثلا اون مداومت و صبوریه رو انجام بدیم، حتی اینم برای ما ممکنه سوال باشه که خب حالا من از کجا شروع بکنم؟ اینکه اون در اصل من همیشه میگم همینی که ما از خواب بیدار بشیم. صبحمون رو با روتین‌های روزانه درست شروع بکنیم. حالا قهوه‌مون رو با آرامش بخوریم، یه صبحونه‌ای داشته باشیم، ورزش بکنیم، یه مدیتیشن کوتاه داشته باشیم. یعنی همون موقعی که تو تختیم موبایلمون رو در نیاریم چک بکنیم و با استرس در اصل روزمون رو شروع کنیم. اینها خودش یک مسیریه بر اینکه این مداومته هی تبدیل میشه به یه عادت خیلی خوب و این عادت هست که باعث میشه که زندگی ما خیلی تحت شعاع در اصل استرس ها قرار نگیره و ما بتونیم برای مسیری که پیش رومون داریم برنامه‌ریزی بکنیم. پس میخوام بگم آره طبیعتاً ما مثل کنیز نیستیم که بخوایم یه گوساله رو بلند بکنیم ببریم و منظورم اینه که یه کار مشخصی نداریم. انقدر فضای ما پیچیده است، ما کارهای شخصیمون رو داریم، روابطمون رو داریم، دوستامون هستن، نمیدونم تمام اینا مدیریت میخواد دیگه. ولی اینکه حالا ما چطور اینا رو مدیریت بکنیم، یعنی از این قصه من این برداشت رو کردم که خب ازم الان اگر میخوای که مثل اون کنیز باشی، صبور باشی، نمیدونم مداومت بکنی بر کارت و آخرش به اون نتیجه‌ای که میخوای برسی، اینه که روتین‌های روزانت رو خیلی منظم و با آرامش و با صبوری انجام بدی. چون همین هم سخته. خیلی وقتا مثلا الان به خصوص من از دوستان میشنوم که بیرون اومدن از تخت هم براشون سخته. یعنی اینکه ما صبح بیدار بشیم، اینکه فکر کنیم که امروز روز جدیدیه و من باید تمام تلاشم رو بکنم و باید از زندگیم لذت ببرم، چطور میتونم این کار رو انجام بدم. همه اینا سوالاییه که ما از همون اول که چشممون رو از صبح باز میکنیم هجوم میارن به ما و این که ما بتونیم این رو چطور مدیریت بکنیم به نظرم این خیلی مهمه و برای من تجربه شخصی این بوده که از روتینای شخصی روزانه‌ام شروع کردم و بسیار تاثیرگذار بوده. نکته خیلی جالبی رو بهش اشاره کردی اعظم جان و اونم اینه که همگی ماها علاقه‌مند هستیم که شغل خوبی داشته باشیم، روابط خوبی داشته باشیم و اینکه به خواسته هامون برسیم. فقط گاهی موقع سخت میشه، نمیدونیم که این مسیر رو چطور باید پیش بریم. و در حقیقت همین مسئله که شما بهش اشاره کردید و اونم اینه که ما باید عادت‌های کوچیک رو شکل بدیم. یعنی که اگه ما دوست داریم که یک لایف استایل با کیفیت داشته باشیم، سالم داشته باشیم، نمیتونیم به این عادت‌های کوچیک توجه نکنیم، به آب خوردنمون، به غذای سالم، حتی خرید مواد غذایی سالم خیلی میتونه به ما کمک بکنه. و به نظرم خیلی خوب این داستان، حداقل این برداشت رو من و شما ازش کردیم که برای رسیدن به هدف‌های بزرگ ما اون رو باید به گام‌های کوچیک تبدیلش بکنیم و خیلی برداشت خوبی هم بود و قطعاً بینندگان و شنوندگان ما هر کدومشون برداشت‌های متفاوتی از این قصه دارن و خیلی خیلی خوشحال میشم که برای ما بنویسن که هر کدومشون چه برداشتی از این داستان کردن و فکر میکنن که این داستان چطور میتونه توی مسائل مشکلاتی که دارن راهگشاشون باشه. بله دقیقاً. به قول معروف هر کسی از پنجره و دیدگاه خودش به قصه نگاه میکنه دیگه. جالبه بهار جون، من قصه منطق الطیر عطا رو که گذاشته بودیم، بعضی از دوستان توی یوتیوب اومده بودن پیام گذاشته بودن که میتونستیم به این اشاره کنیم، میتونستیم به این اشاره کنیم و این خیلی بر من جذاب بود. حالا ما موضوع و گفتگومون، محور گفتگومون بیشتر اینه که چطور ادامه بدیم، چطور تاب‌آوری کنیم، چطور صبوری داشته باشیم، ولی اینکه دوستان نظراتشون رو بدن هم قطعاً خیلی جذابه و میتونیم یک قصه رو از دریچه‌های مختلف بررسی کنیم. مرسی اعظم جان، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. مرسی بابت داستان شیرینی که برامون تعریف کردی. خواهش میکنم و امیدوارم که اگر دوستان دوست داشته باشن و علاقه‌مند باشن حتما کتاب
هفت پیکر نظامی رو بخونن که پر از قصه و حکایت، در از 7 گنبد به 7 رنگ و در هر گنبدی یک شاه دخته و بهرام میره و هر شاه دختی برای اون یک قصه میگه. به نظرم یکی از بی‌نظیرترین کتاب هاست. امیدوارم بخونن و لذت ببرن. ممنون باز از دعوت شما.